بیننده عزیزی نوشتن که غیر مسلمان مظلوم و خیرخواه نزد الله بیشتر نزدیکتر است از مسلمانی که ظالم است. ببینید بستگی داره که به چی نزدیک است. از نگاه ایمان بگید به الله متعال نزدیک است، این غلط است. اما اگر یک مسلمانی ظالم باشه بر یک کافری یهودی نصرانی که مظلوم باشه ظلم و ستم بکنه و اون کافر داد بزنه یا الله به داد من برس، باور کنید الله سبحانه و تعالی این کافر رو با کله تیکه پارش میکنه. یعنی ظلم کردن حتی به یک حیوان، حتی به درخت، حتی به گیاهان جایز نیست، چه برسه به این که حالا تو بگی چون فلانی کافر است ما باید هر ظلم و ستمی به او بکنیم. نه، این ظلم به هیچ کس جایز نیست، حتی به حیوانات، چه برسه به انسان.